سلام دوستان، یک بار دیگه به کانال مستر جیم خوش اومدید. این بار میخوایم در مورد شخصیت مرموز عیسی بشکردی صحبت کنیم. عیسی بشکردی یعنی کسی نیست جز تمساح خلیج فارس. برای دستگیری عیسی بشکردی بیش از 4 سال کار اطلاعاتی در عملیات مشترک بین پلیس مبارزه با مواد مخدر، فرماندهی انتظامی استان هرمزگان و سایر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی انجام شد. سرانجام خبر دستگیری او و 18 نفر از اعضای گروهش در مهر ماه سال 1393 منتشر شد. زمین گرفته در هنگام دستگیری اش 31 سال سن داشت. وی در چهره‌های مختلف پوشش های مختلف و گوناگونی داشت فعالیت میکرد و حین دستگیری اش در حال هدایت محموله قاچاقی به اندازه 100 تن مواد مخدر به حوزه آب و هوایی آزاد بود که ناکام ماند. در هنگام دستگیری او 2.5 میلیارد تومان پول نقد نیز از او کشف و ضبط شد. دارایی‌های عیسی بشکردی، تمساح خلیج فارس، با آنکه سن کمی داشت و فقط تحصیلات ابتدایی را گذرانده بود، دارای گردش مالی بالغ بر 28 میلیارد تومان بود و همچنین دارای تعداد متعددی خانه، مقدار زیادی پول نقد. پس از تحقیقات چند ساله تعدادی زیادی املاک زراعی، 65 منزل مسکونی، چندین فروند شناور از قبل لنج و قایق